إن الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله عز وجل به من و شما پیام نجات جهانیان را داده و در این جهان برای جانشینی و نیابت سید الاولین و الآخرین فرستاده است. هر یکی از من و شما پیام داریم: و كذلك جعلناكم امة وسطا. رئیس المفسرین: ای حاملین لدین الوسط، ما پیام داریم برای جهانیان. تعبیر زیبای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم: الله ابتعثنا، پروردگار ما رو فرستاده، مبعوث نموده. چرا؟ لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله عز وجل. سروران، نقطه بسیار مهمی است. دعوت الى الله و تعبیری دیگر امر بمعروف و نهی از منکر. یک تصوری از امر بمعروف و نهی از منکر با دیدن کسی که اشتباه میره او رو به راه راست آوردن و با دیدن کسی که در معروفات کمی داره او رو وادار کردن برای اون معروف. این وظیفه‌ای بود که تمام امم سابق هم داشتند. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لعنت بسبب ترک مسئولیت میاد. مسئولیت نهی از منکر را امم سابق هم داشتن، اما فضیلت و برتری که این امت دارد به تعبیر ساده مفسرین: ملککم الارض. این امت مسئول تمام جهانیان است. این امت مسئول است که برنامه ریزی کند و همه انسانها رو به سوی نجات بیارد. این امت
سکان و ناخدایی کشتی جامعه بشر به این امت داده شده. کنتم خیر امت اخرجت للناس، همه جهانیان رو به سوی سعادت آوردن وظیفه این امت است. نه تنها وظیفه بلکه رمز نجات این امت. والعصر ان الانسان لفی خسر. در تفسیر این آیه سوره مبارکه به صراحت مفسرین نوشته‌اند برای نجات این امت فقط ایمان و عمل صالح کافی نیست، بلکه واضحتر یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر نجات ما از گمراهان جهان که در رأس اونها ابلیس و دوستان ابلیس و یهود و نصارا هستند، اگر امروز امت میناله از اژدهاهایی که دشمنان به سوی ما رها کرده اند و دهان این اژدهاها برای بلعیدن ایمان جوانان ما باز شده، و اگر این امت امروز نگران ایمان خود و نسل خود گشته است و اگر این امت پریشان حال از شر و ضرر رسیدن از دشمنان هست، چه قرآن زیبا به ما درس میده. کلام الهی کلامی است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، تأثیر پذیر نیست اما تأثیر گذار هست. کلامی است که عوض میکنه، کلامی است که هر وقت جواب میده. هر مشکلی که داشته باشیم اگر ما امروز از کلام الهی راهنمایی بگیریم که دشمن با فرهنگ کثیفش اومده، دشمن برای از بین بردن و اساس ما اومده، راه نجات لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نمیتونن به شما ضرر برسونن. تمام قدرت های جهان جمع بشن، لا یضرکم، تمام مکرهاشون رو به کار بگیرن، لا یضرکم. چه زمانی؟ اذا اهتدیتم. ربا هدایت چه زمانی بدونیم که بر هدایتیم؟ آنچه که از تو در هر نماز میخواهیم اهدنا الصراط المستقیم، یفسر بعضه بعضا و ان تطیعوه تهتدوا. اطاعت سید المرسلین هدایتی است که تمام دشمنان جمع بشن به شما نمیتونن ضرر برسونن. اطاعتش کجاست؟ در هدف زندگی بیاییم. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی. هدایت در اتباع سید المرسلین و اتباعش رو قرآن واضح میکنه. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی. دعوت الى الله ای من آمن بی، ای من قال لا اله الا الله فسبیله الدعوه الى الله. چه زیبا بود زمانی که ما انسانها رو به سوی الله دعوت میدادیم، به سوی الله پرستی دعوت میدادیم. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا لا معبود بحق الا الله. ای انسانها، غیر از الله هیچ احدی لایق پرستش نیست. لا اله الا الله، هیچ احدی این لیاقت و ارزش نداره که ما در مقابل او کرش بکنیم. لا اله الا الله، هیچ فریاد رسی نیست. لا اله الا الله، هیچ دوا کننده دردهایی نیست. لا اله الا الله. این بزرگترین پیام ما بود، بزرگترین درس ما بود، اولین درس ما بود و مهمترین پیام ما بود. الله لا اله الا هو، غیر از الله دیگه کارساز نیست. الله لا اله الا هو، انسانها غیر از الله دیگه مشکل گشا نیست. الله لا اله الا هو، غیر از الله دیگه فریاد رس نیست. الله لا اله الا هو الحی یحیی کل حی، اون ذاتی که زندگی میبخشه به هر زنده. الحی یمیت کل حی، زنده ای که به هر زنده فرمان مرگ میده. الحی القیوم،
الله لا اله الا هو. زمانی که ما انسانها را به الله پرستی دعوت میدادیم، کسی جرأت نداشت که ما رو شکار کنه، ما رو به شهوت پرستی، به غیر خدا پرستی، به پول پرستی، به مقام پرستی، به پست پرستی، به پول پرستی، هرگز کسی نمیتونست ما رو دعوت بده. ما الله پرست بودیم و انسانها رو به سوی الله پرستی دعوت میدادیم. چه زیبا بود که ما محبت الله رو در قلبها جای میدادیم. کسی جرأت نمی کرد که سرزمین قلب ما رو غارت کنه و محبت غیر الله رو در این سرزمین قلبها جای بده. زمانی که ما می گفتیم با الله محبت کنید، رحمان الرحیم الله، ارحم الراحمین الله، اکرم الاکرمین الله، خیر الراحمین الله، خیر الناصرین الله، خیر الفاتحین الله، خیر الحاکمین الله، غفور الله، بلکه غفار الله، ستار العیوب الله، غفار الذنوب الله. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. چه زیبا بود آن دعوتی که انبیا میدادن، ما انسانها رو دعوت میدادیم و محبت الله در قلبهای من بود. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. قریب مجیب. کجا سرگردانید ای جوامع بشر؟ ان ربی قریب مجیب، اجابت میکنه فریادتون رو. و یا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. رحیم الله، با محبت الله، و هو الغفور الودود الله، غفور الله، بخشنده الله، ودود الله، محبت کننده الله. 99 تا اسم برای ما معرفی کردن سید المرسلین و در این اسمایشون فقط یک منتقم داریم، بقیه همه اسمهاش رأفت، رحمت، محبت، الفت، همه اسمهاش زیبا و قشنگ. ولله الاسماء الحسنى. زمانی که ما محبت الله رو در قلبها جای میدادیم، هرگز نمیتونست کسی در در قلبهای ما محبت غیر رو جای بده. زمانی که ما انسانها رو با محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آشنا می کردیم، ما انسانها رو به سوی محمد رسول الله دعوت می دادیم، هیچ کسی نبود که برای ما الگوی دیگر انتخاب بکنه، کسی نبود که ما رو به سوی اسوه دیگر دعوت بده. جوان ما فریب نمیخورد. زمانی که محمد رسول الله را معرفی میکرد، اعلا ترین خلق الله، اشرف ترین خلق الله، اکمل ترین خلق الله، اعلا ترین خلق الله، اجود ترین خلق الله، اطیب ترین خلق الله، املح ترین خلق الله. چه زیبا بود معرفی میکردیم برای جهانیان. عزیز علیه ما عنتم، اون ذاتی رو بشناسید که بزرگترین غمخوارتونه، بزرگترین همدردتونه، بزرگترین دلسوزتونه. حریص علیکم، برای نجات شما همه چیزشو فدا کرده. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، چه رأفت و رحمتی برای مؤمنان داره. معرفی میکردیم سید المرسلین را که اون ذاتی است که الله از او وصف کرده، زیبایی چهرش انسانها به سوی زیبایی میدوند. و ضحی، رب العالمین سوگن یاد میکنه به زیبایی چهرش. و اللیل اذا سجا، قشنگی زلفهاش. صحابی میگه که ان الشمس تطلع فی وجهه، انگار که خورشید داره از چهره زیباش طلوع میکنه. چه قشنگی و چه زیبایی. شب ماه 14 بدر رو صحابی میبینه و مقایسه میکنه، در آخر میگه احسن احسن انور، پر نورتر و زیباتر از ماه شب 14 چهره زیبای سید المرسلین بود. وقتی که این امت سید المرسلین رو معرفی میکرد، امکان نداشت که دنبال و تلاش الگویی غیر از او باشه. زمانی که دوست رو برای جهانیان معرفی میکرد،
هرگز در دامن دشمن گرفتار نمیشد. زمانی که شاگردانش رو معرفی میکرد، چه شخصیت هایی؟ لقد رضی الله عن المؤمنین، رضایت و چه عزت و شرفی از صفاتشون، ایثارشون. و یؤثرون علی انفسهم، چه مقام رجولیتی، رجال لا تلهیهم تجاره، چه عهد و پیمانی. فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. چه صفات واراسته بین هم بالمؤمنین رؤوف، بین هم رحماء بینهم، اخلاق قشنگ و زیبایشون، عباداتشون تراهم رکعا سجدا. رضایت خوشنودی الله مقصودشون، یبتغون فضلا من الله و رضوانا. چهره‌های زیبایشون سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. معرفی میکرد حبیب رب العالمین رو، اهل بیتش. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. چه مقامی برای اهل بیتش و چه شرفی برای خانوادهش. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أهل بيتش ويطعمون الطعام على حبه، محبت الله را رب العالمین اعلام میکنه که در قلوب اهل بیت سید المرسلین محبت الله میدرخشید. ويطعمون الطعام على حبه أي حب الله عز وجل. ويطعمون الطعام على حبه، ایثارشون خودش گرسنه روزه بوده اما باز هم به مسکین و یتیم میده. ويطعمون الطعام على حبه، بیانگر سخا و جود و کرمشونه، این عطا و بخشش رو دوست دارن. اخلاصشون انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ترسشون از قیامت، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. مجده نجات، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. پاداششون و جزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اون شخصیت رو معرفی میکردیم، الله او رو و خانوادهش رو داره برای ما معرفی میکنه. استادش علمه شدید القوا ذو مرات فاستوى وهو بالافق الاعلى. زمانی که ما به عبادت امت رو و انسانها رو به عبادت الله دعوت میدادیم، کسی نبود که ما رو از عبادت الله دور بداره. هرگز ما شکار دشمن نمی شدیم و از نماز محروم نمی شدیم. زمانی که ما انسانها رو دعوت می دادیم به شرف نماز و عزت نماز و کرامت نماز، هرگز شکار نمی شدیم. زمانی که نماز رو معرفی می کردیم، استعینوا بالصبر والصلاة، نماز حلال مشکلاتتونه، نماز تمام صفات زشت رو از شما بیرون می اندازه. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. امکان نداشت این امت در ذلت بینمازی گرفتار بشه. زمانی که به سوی سخاوت و عطا و بخشش جوامع بشر رو دعوت می دادیم که زکات بدهید، مالتون رو الله حفاظت میکنه، عطا بکنید، انفق علیک، رمز گرفتن از خزانه های الله، شما عطا کنید تا الله درهای عطا رو برای شما باز کنه. زمانی که این امت دعوت به سوی بخشش و عطا میداد، امکان نداشت که در مرض بخل گرفتار بشه. چه زیبا بودن روزهایی که این امت به سوی اخلاق دعوت میداد، این امت به بد اخلاقی گرفتار نمیشد. زمانی که به سوی علم دعوت میداد، این امت در تاریکی های جهل نبود. این امت علم رو برای جهانیان معرفی کرد و زمانی که این امت با علم و یاد الله آشنا بود، زمانی که لذت میبرد، جهانیان رو میگفت نجات از اضطرابه ها و استرس هایتون. الا بذکر الله تطمئن القلوب. کجا این امت فریب میخورد برای آرامش خودش به سوی مخدرات رو بیاره. این امت زمانی که به اخلاق دعوت میداد، چگونه ممکن بود
این امت در اخلاق گرفتار، بد اخلاق گرفتار بشه. چگونه ممکن بود که این امت به هم دیگر توهین بکنه؟ این امت به جهانیان درس وحدت میداد، این امت کجا دچار تفرقه میشد؟ این امت به انسانها درس اخلاق میداد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. بزرگترین درسی است برای جوامع بشر این امت اعلان میکرد. این امت بود که انسانها را از تعصبهای کور لسانی، قومی، جغرافیایی نجات میداد و به اون مقام شامخ و رفیع و بزرگ میرساند که نحن و انتم من اب و ام، ما همه شما از یک پدر و یک مادریم. الله کنه دوباره امت بر دعوت بیاد، زمانی که امت به اخلاص دعوت میداد هرگز خودش در گودال گندیده و کثیف و تاریک شهرت طلبی و ریا طلبی نمی افتاد، بلکه انسانها را اخلاص تقدیم می کرد. این امت درس غمخواری به جهانیان میداد. الحمدلله، الحمدلله امروز دوباره این امت بر اون جایگاه خودش داره بر میگرده. تعبیر زیبایی که قبل از نماز استاد بزرگوار فرمودن، مستقبلی روشن داریم. جوامع بشر از خشونت و ظلم خسته شده اند. الان نوبه من و شماست که با دعوت زیبای اسلامی، با گلدسته معطر قرآن، با این چراغ فروزان و مشعل پر نور هدایت، دعوت به سوی جهانیان تقدیم بکنیم، حرکت بکنیم. و این مژده رو میدم که امروزه در دنیا چه خبره؟ دنیا از کفر خسته شده، جهان کفر از کفر خسته شده اند، جهان گناه از معصیت و گناه خسته شده اند. تعبیر این کلماتی از یک دختر تازه مسلمان به دختران دانشجوی مسلمان که ای مسلمانها فریب نخورید. اون زندگی بیبند و باری رو، اون زندگی دوری از الله رو ما چشیدیم، تلخ بود، ما او رو تف کردیم و دور انداختیم. زیباترین فرهنگ و زیباترین زندگی، خوشگوارترین زندگی، زندگی است که محمد رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم برای شما آورده‌اند. الحمدلله امروز اگر ما در دنیا بنگریم، بزرگترین دینی که در حال توسعه است با جرأت و افتخار میتونیم اعلام بکنیم. این تجمعهای شما، این قدم برداشتنهای شما، این آباد کردن مدارس شما، این حرکات زیبای آرام و پر اثر جماعت شما، اینها دارن در دنیا دگرگونی میارند، تحول میارند. روی کره خاکی امروز مساجد در حال توسعه اند. در هر شهری که میریم، در هر کشوری که خبر میگیریم، مژده میدن که مساجد بیشتر شدن، توسعه مساجد بیشتر. کلیسا روزش تمام شد. چرا؟ جوابی از یک استاد دانشگاه کانادا هنگامی که با یکی از دوستانمون تعریف میکرد که تازه دکتراشو از هند گرفته بود که 13 کلیسا در شهر ما مسجد شده اند. این دوستمون پرسید که من در هند که بودم دیدم که کلیسا می ساختن. گفت بله، جامعه هند گرسنه شکمه، به این خاطر ممکنه کلیسا بسازن او رو فریب بدن به خاطر لقمه نان. اما جوامع غرب، کانادا گرسنه شکم نیست، گرسنه آرامشه. گرسنه آرامش، نجات از اضطراب و استرس میخواد و کلیسا جوابگو نیست. کلیسا جوابگو نیست. به این خاطر کلیساها خالی شدن و مساجد، کلیساها دارن مسجد میشن و مساجدمون مملو از نمازگزارها، مدارسمون مملو از کسانی که دارن قرآن رو در سینه هایشون جای میدن. پس کمر همت رو
محکم ببندیم و برای نجات انسانها عزم کنیم و به دست هر جوان خودمون لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم مشعل فروزان هدایتش به دست بدیم تا ببینه، دوست رو از دشمن تشخیص بده و گل دسته معطر هدایت رو و دعوت رو در اختیارش قرار بدیم تا از فرهنگ‌های گندیده و متعفن غرب متأثر نشه. غمخوارانه و دلسوزانه نوبه من و شماست که این اراده بکنیم و تصمیم بگیریم که انشاءالله با پشتیبانی و حمایت رب العالمین ما برای نجات جهانیان قدم برمیداریم. ربمون حامی ماست و پشتیبان ما الله با قدرت کامل خودشه. ما غمخوار و دلسوز همه جهانیانیم. در دل و سینه ما بدخواهی برای هیچ احدی جای نداره و ما غمخوار و دلسوز برای هر فرد بشریم. برای این همه نیت کردی انشاءالله و روش ساده و زیبایش چقدر الله تعالی بر من و شما لطف کرده. مدارسی که جوانها و نوجوانهایمون ثبت نام میکنن، اما برای عموم اقشار جامعهمون مدرسه سیاری که علمایمون به ما داده‌اند به نام جماعت تبلیغ، حرکتی بسیار آرام، مؤثر، مفید. هر نقطه از جهان بریم میبینیم که مشعلی فروزان از دعوت و نور قرآن در اونجای برکت این حرکت زیبا داره نور میده. نیت بکنیم که همه‌مون مدارسمون رو آباد میکنیم و مدارس رو با تمام قوت خودمون به آبادی و به اون هدف بزرگی که هر منزل مسلمان مدرسه بشه، هر منزل مسلمان مدرسه قرآنه، هر منزل مسلمان اون پایگاه دعوت الله. منزلهایمون رو، این آخرین پیام من و آخرین التماس منه که در هر منزل روزانه تلاوت قرآن، در هر منزل روزانه ذکر و یاد الله، در هر منزل روزانه حلقه های تعلیم. فضائل از اعمال نیک چه فایده دارن؟ و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. فایدهش این منزل مانند ستاره می درخشه. ستاره سه خصلت داره. اولین خصلت ستاره ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. اهل این منزل مزین میشن با تقوا، افراد این منزل مزین میشن با ایمان، مزین میشن با محبت الله و رسول، با تمام صفات خوب. افراد این خانواده مزین میشن، زینت میگیرن. و خصلت دوم ستاره و حفظا من کل شیء. و این منزل رو الله حفاظت میکنه. این منزل از تمام حمله های فرهنگی باشن و حمله های در نوع دشمنی که باشن، الله حفاظت میکنه از شر شیاطین، از شر انس و جن، از شر ساحران، از شر شیاطینی که سحر می نویسن، جادو میکنن. الله این منزل رو حفاظت میکنه. و خصلت سوم ستاره و بالنجم هم یهتدون. اولاد من و شما و افراد این خانواده آفتاب هدایت میشن، خورشید عالمتاب هدایت برای عالمیان قرار میگیرن. برای این که هر منزل مرکز قرآن باشه، هر منزل مدرسه باشه و هر منزل پایگاه دعوت و فکر برای نجات همه جهانیان باشه. برای این هم نیت کردی انشاءالله. الله تعالی به همه‌مون توفیق عمل عنایت بفرماید.